در ولایت شرقی جلال‌آباد افغانستان صدها نفر در مراسم دفن وکیل مجلس ننگرهار انگیزه شینواری اشتراک کردند. خانم شینواری هفته گذشته هنگام برخورد ماشینش با مواد ترکنده با جراحت‌ها به بیمارستان نظامی انتقال یافته بود. تا حال کسی مسئولیت این بمبگذاری را که بر اثر آن حداقل یک نفر کشته و چندین کسی دیگر مجروح شده اند برداشت نگرفته است. در شهر شمال و غربی بنوی پاکستان افسران ارتش با پیران قبیله ها و خادمان سازمان های اجتماعی برنامه کمک به بازگشت پناهندگان داخلی را بحث نمودند. به قول افسران در رفت عملیات اخیر ارتش طالبان را از شمال وزیرستان بیرون کرد و ساکنان این استان می توانند آرامانه به مکان دائمی زیستشان برگردند. عملیات ارتش بر ضد طالبان در ولایت شمال وزیرستان پاکستان ماه ایون سال گذشته آغاز یافته بود و در این مدت بیش از 1 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیستشان مجبور شدند. در پاکستان صدها هزار نفر قوه‌آزمایی دسته ملی کریکت این کشور با منتخب هندوستان را تماشا کردند. ولی خوشحالی پاکستانی ها دیر دوام نکرد، زیرا در قوه‌آزمایی 15 فوریه در ادلید استرالیا رقیب اساسی آنها هندوستان پیروز شد. در قزاقستان معرکه تشویق خریدن مواد داخلی آغاز یافت. این برنامه را هفته گذشته پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف اعلان کرده از مشتریان دعوت نمود که استحصال کنندگان وطنی را دستگیری کنند. به قربشوی روبل روسی ارزش محصولات روسیه را پایین برده است و در نتیجه مال استحصال کنندگان قزاق شمار زیادی خریداران را از دست داده است.